نازنین جان بله فراد بیا جان. باشیم توی ده بگی چپم چی ده؟ بزن بخیر. چپم شبه کشو تماما دازم چی شده مامان جان؟ چی فشار باش چرا همجا اینجا شما شما نتی بکشم. باش صبر چه رقم میشه که سیلو میره چه پیر میشه نمیشه نه بریم تو رنگ برو، تاش برو. بگیریم. بپشتم باشه بابا فت خدا من رجال یک دانه تارک بیار ما فراد. اینم بیست کمربندم کار کمربند چپن تکشیدی فراد جان پکر باش بیارم. پکرم میچکه نورش. از خود نورش. خیلی بچه چی رقم باش کنه این جوان کنم هرو بچه بالا به جان ماش سلام علیکم سلام علیکم ماچ کردی مادر تا دق شدی بشتش خیلی که سلام علیکم کو که دوستا دیگه ما مادر جان ما دوست دارم آفرین قربون ما دوست دارم سلام دوستای عزیز خدا کنه که جور صحت سلامت باشیم دیگه گرمی دیگه زیاد شده در افغانستان مریضی های اقناق دیگه خب من چقدر تیر ما مورم دوستای عزیز خود نشد مگم زیاد اوقات مدینه شفت تلخ کرد و جون شفاخانه بردیم من سیروم زد دوا چیزا گرفتیم و آمدیم خانه بازم و جان یک برنامه بگیریم که منظور نه چرا باش از هر چیز خبر باشه دوستا که این رقم مشکلات ها زیاد رقم افغانستان گرمی زیاد شدن دوستای عزیز همین کلگی مریض است تنها من نیستم که من خودم بگویم مریض نیستم کلگی مریض است گرمی زیاد یعنی تو مریض هستی دخترم مریض بوده روان جانم مریض بود روانی باشه دوایش دادم پدرش خوب یک شد دفعه بیخبره که اومده نیست سر و از خودم رو اینجور نکنیم. خیلی باشیم کمر گردم تو مریض بوده که بردم شاجل کرده سیروم زده میشه خیلی خوب یعنی روانه میگم. خب برای من یک ذره نان جور کنم ما چون نان نخوردیم بچیم دیگه سلام بخیر علیکم با دوستا باشه. با دو سلام برای بینندگان از خدا جور باشین در کلی دیگه که لباس خط بتن داشته باشه. دوستای عزیز دیگه میبینید مادر جان مریض است. فشارش پایین شده زیاد تشویش میکنه دوستای عزیز هرچی میگه مادر جان دید نمیشه امشب دیگه دوام خوابیدیم اما تو خود انداخته بودیم یک چند دقیقه مادرم شور میخورد نمیتازیم خدا نکنه این شیطان از زدن آدم که پنج یک دفعه بگویم خدا از بام نندازه هیچ جا تا صبح خم نکردیم به خاطر مادر آخر پس داشت کردم در خانه گفتم بیا خم شد در خانه پکر باش تیر میشه صبح من 5 دقیقه ور خواب کردم پس رسیدم دیگه بر پدر جان چه جور نان جور نان جور بچین بر من یک گیلاس ها بده دختر من تشنستم بگم اما چی میخوری؟ با درود سلام خدمت تک تک بینندگان عزیز خدا کنه که جور صحت سلامت باشین دوستا دیگه کمک اندیوار مریض شد دیگه ما هم به تشویش عاجل بردمشه فشارش پایین بود گپ نازنین جان که دوستا دیگه زیاد تشویش میکنه هرچی گفتیم هیچ دلش صبر نمیشه دیگه به مو خاطر تشویش زیاد میکنه که مریض شده دیگه جگرخون نشین مریضیش قابل تشویش نیست فشارش پایین بود یک سیرم زده میشه دیگه ما هم ساعت 2 بجه شده نان چاشته نخوردیم دیگه نان بخیر بخوریم دیگه بریم برازی یک کمک میوه یا اون چیز بیاریم که بخوره سرحال شوه از کدام میوه؟ یه خو میوه خشک از بچه میوه تازه برش بیاریم ها؟ نه دوا خو ما برش گرفتم گل پدر خب؟ خیره با دیگه دعا که جور شو بخیر میوه باز آلما تو میریم پشت میوه خو؟ میری که دیمه؟ برو خیره پیش مادرت بیشی آمدی پدر جان ما اینه گل پدستم میاری
بریم بخیر دوستا دیگه تربیز گرفتیم کندیوار ما مریضه. پدرم دیگه موتر دگر دل مثلا ما میره ببرم بالا. موتر داخل میکنی؟ بریم بچین موتر رو داخل کنیم. نه مامانی بخیر پدر جان. آمدم چی کردی تربیز بشین بیا که تو کنیم بریم مادر. ما خواه سیسمه. ها؟ سیسمه. چطور بود مادره؟ مادرم دیگه خودم مالش بیشتر از دیگه چی کنیم؟ ها بس دیگه خودم گفتم. بیا تربیز که تو کنیم بیدارش کنیم. اینجا بشینیم بون که مالا تیر از کاش ماشی الله خیر ای هی. ای پدر جان. شیشت یا خورد؟ پاشا کچه رو دید خنجر من بگیره. بیا تو دیگه در اکشال بان. Seis. دیگه درگرش. منصوبش. Seis. شا. استاد از خدا در افغانستان میوه خوب پلیمان ارزان از دیگه بازچی تربیزای از دیگه جایتان خالی که بدون کلام مواد دیگر در کشورهای خارج که زیادتر شماوات میزنن میوجات دیگه اینجا دوستان مواد هم نداره و بسیار تربیز بخیل مدینه انداخت. به نظر برای جلس پیش رفته. دوستا دیگه تربیز بخیل تکنیم نازنین جان امیده در اکشال بان Seis. چند دقیقه سرد شود مادر سبا خیزم که نمک هم بیار که چیزی میشه که خوب شود مادر جان بیا. تو در نازنین جان هم تربیز از یخچال بیار براش ایزن نمک هم بیار بخوره بلکش بازش میدونی شیشته نامخدا تکلست یک راجل نمنش چطور هستی؟ بیان دیوار چکو تربیز هم اون تو دیگه. دو تا نیست بخور دیگه که ملت خوب یه خام کردیم به یخچال یه کمک چون پردو نمک بخیر رفتم تو نشوا. دوستای گرامی یعنی تربوز همراه نمک بخوریم دیگه خودش مثل سیرم میشه هوا گرم است دیگه کوشش کنیم که در هوای گرم از گرمی خود نگاه کنیم از غذاهای شب مانده خود نگاه کنیم گرچه که توسط چیزها رو نخورده خب بازم ما مجبور هستیم که اگر نصیحت های سرگذشته را کنیم که دوستان هوا گرم است زیاد کوشش کنیم که مایات زیاد بخوریم تربوز بخوریم زیاد چپس زیاد نخورین پس چپس یا پارس چپس های شب من مانده میارم را نخوریم بابا چپس کنیم نه بخیر چپس شومانده زیاد اینه ضرر از داره. اینجا تا میزه. نه دیگه من کنم جان. خیلی دلش تازه شد. بیا بابا چه مقرق نمیکنم بیا این دیگه دوستا آب سرد بسیار نخورین در هوایی که بسیار گرم و زله می باشین در فتن میایین آب سرد نمیخورین خدا نخواسته قلبتان استاد میشه کوشش کنین مطابق وقت و زمان یکی دوستا نقطه مهم دیگه ای است که در هوای گرم اگر گرمیتان میکنه در فتن آب سرد سرتان اندازین که هم باعث مریضی و یاپا میشه دوستا دیگه اندیوار ما مریض است یک برنامه کوتاه بتان ثبت کردیم اندیوار یک قصه رو بگو مشکو که در روز جان ما بگیره اتنا میتونم دمشی ها؟ دوستان قصه از دل نمیشه از کلم میشه کلیم هم نمیشه ها؟ دانم دوستا جگر خون میشه
نه هیچ جگر خون نشن تا یک ذره خوب شم. خب دلم شیمه ندارم. هیچ چی من نداری؟ گپ از کلمش ایزه گپ دی اما کلیم هم خراب است. خب کدام چیز دیگه نگوی نمیگم. استاد گپ یه ذره کلش خراب است کار یعنی کنم دوستای دیگه از مرده آدم استفاده میکنه کار چیز میگه. دیگه نگویی نمیگم. باش کنار درست باز برنامه سد نکنی دوستا کلش میگه که چی شد توسط دیگه دوستای مادر جانم بسیار مریض است. دیگه سیرم هم تیر کردیمش دیگه کمک نمیره بخوره که دلش تازه شود دیگه چند دقیقه دبام بکشیمش هوای تازه درش بخوره. باز من روش تو دینه جای فکر کرده که مادرم دلش تنگ میشه با ما نفت. دیگه دوستای دیشب بسیار ناراحت بودم نمیتونستم خواب هر دکه که میخوردم اول خدای پایان هر نمیخوانه که خواب بودیم دوستای عزیز دیگه مادر جان خب خواب برد یک دکه خوردم چشم باشد گروه چالان شد میبینم مادر جان بالای سرم استاد است میگه نازنین جان بخیر بریم یک چکر بام رفتیم جای بردیم گفتیم خیلی باش مادر جان یک دکه خود پرده کنداغ دیگه من چشمم بیش رفت که یک دکه خورد مادر جان شور خورد نشد روی خود دارم میده چی که من دیگه از اون موقع پیدا شدم دیگه هیچ خواب نبوده لنگ تا لنگش بسته میکرد دیگه کش میکرد اما دویده پایانم در پاش ماندم گفتم باش شور نخوره بازم نتونستم گفتم نه دیگه مادر جان نمیشه دخترم. باستایش کردم گفتم نه بخی مادر جان یعنی دیوار نبی چقدر اولادا رو پریشان میکنی من میگفتم خواهی ترسیده دیگه فکر کرده که مادر ندارم. یه خاصه که تو زیاد تشویش گپا میکنن اولادا پریشان هست خاطر میره دخترم تشویش نمیکنه. چطور نمیکنن خوابش نبود خب دوستان عزیز دیگه زیاد پرحرفی نمیکنیم به خاطر که توسم جانم مریض است دیگه یک برنامه کوتاه ثبت کردیم توی دکتر بودیم سیرم این تلویز هم برش آوردم دیگه خداوند شفای عاجل بتیش دیگه ما رو بیاندیوار نکنه تا برنامه بعد دیگه شاد و موفق کامگار باشیم دیگه لایک شیر سابسکرایب کنید خداحافظ خدا گلک نبود تو دستای تا بتنم میشه کنتیز